مختصر یک کتابی کوتاه هست که او را تز خونده از یاد کردنش ممکن است، اما نه همه او را میفهمند. حاجت به مدرس و به شیخ و یعنی که شارح ها میشن که او را چیکار کنن، برگشته ایضاح و شرح دهن که طلبه ها. بله، لفظش کوتاه و معناش پرمضمون. مؤیدتون میگود قوت داده شده است، قوت داده شده است با دلیل ها، بالادلتی جمع دلیل ده از کتاب الله، یعنی از قرآن و سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی این کتاب کدام وقت کتاب با قوت میشه؟ وقتی که در درونش قال الله و قال رسول الله باشد. فهمیده؟ اینی که گفته ایسادیان شیخ صالح الفوزان بن عبدالله الفوزان گفته ایسادیان، الله مقسم محافظت کنه در قید حیاتم. و